اورلکرافت قسمت دوم. تکنولوژیا وسایل سنگیمون رو دیگه گیر بردیم و بریم داخل این مپ خفن دور بزنیم و ببینیم چی داره. 2 وسیله واسه گشتن نیاز داریم، یکی کرافتینگ تیبل و یکی قایق. همینو بس. این قایق درست میکنیم، کرافتینگ تیبل رو میکنیم که بعد نیازمون شد داشته باشیم و وسایل مرتب میکنیم و قایق رو میذاریم داخل آب و حرکت پیش به سوی موفقیت یا به فنا رفتن. دوستان عزیز، همکنون خانه در دریا، یه خونه داخل دریا پیدا کردم، رفتم لوتش کردم و از وسایل تزیینیش واسه تزیین کردن خونه خودم استفاده کردم. بعد رفتم داخل بخش مادپکاش، گشتم دنبال یه مادی که ببینم هست یا نه. یه مادیه که باعث میشه وقتی من میمیرم مثلا آیتمام دراپ نشن و این کلی باعث میشد من جلو بیفتم، اما بعد از کلی گشتن نتونستم پیداش کنم. نمیدونم آمدیم آرلکرافت چیزای جدید ببینیم یا هی باز بریم داخل غارا هی بگردیم. من یه بری نمیام، همین زغاله هم زیادم. طبل شادانه بکن پیروز و مردان. قربان دیگه لزومی نداره برای نمک به کشورهای دیگه متکی باشیم، چون یک منبع نمک تموم نشدنی برای خودمون پیدا کردیم. میگه آقایش میلیاردره. آقایش من حواسم نبود که این استیکار رو بعد کنار نخ بذارم که اینا ترکیب بشن و بتونم باش یه شمشیره خفنی درست کنم. منطقی اصلا این کاره من. تموم شد؟ خیلی تأثیر گذار. دوستان همکنون کلبک هوایی. بالاخره رسیدم خونه و همه کار رو انجام دادم و از بازی در اومدم و رفتم داخل تیلانچر و مینی مپ رو دانلود کردم واسه راحت شدن پیدا کردن خونه ها. دوستان عزیز، لایک و سابسکرایب یادتون نره و یادتون نره که به چنل یه سر بزنید تا ویدیو دیگر. خدافظ.